سامعین ارجمند شنید مهمترین خبر و گزارش‌های هفته سپری گردیده را در نشر برنامه اطلاعاتی جنبست خبرهای هفته از رادیوی موجب مستقیما میشنوید. تا به حال طبق شناسنامه‌های سال 2014 3.8 میلیون مشتری علاقه موبیلی در تاجیکستان دوباره ثبت نام نشدند. در این باره الهام جوناتویف معاون رهبر خدمات علاقه تاجیکستان این هفته ضمن نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در دوشنبه ابراز داشته است. با گفته وی اگر 3,855,000 نفر تا 15 فوریه از نوبقیگیری سیم کارت‌ها را نگذارند، پس طبق طلبات جاری گردیده رقم‌های آنها باید خاموش کرده شود. بنا به اطلاع حالا در تاجیکستان 6.8 میلیون مشتری علاقه موبیلی موجودند که 4.8 میلیونشان کاربران فعال میباشند. از آنکه که 3.8 میلیون مشتری دیگر تا به حال از نو به قید نگذاشتند، خدمات علاقه بار دیگر از حکومت تاجیکستان رسما درخواست کرده است مهلت از نو به قید گیری سیم کارت‌های موبیلی را تمدید کند، ولی تا حال حکومت تصمیم نگرفته است مهلت را تمدید میکند و یا نه. در صورت تمدید نشدن مهلت ثبت دوباره سیم کارت‌ها از خدمات علاقه و شرکت‌های موبیلی را ضرور می‌آید که 3.8 میلیون مشتری را از علاقه محروم کنند. خاطر رسان میکنیم که طبق یک قرار حکومت همه مشتریان علاقه موبیلی در تاجیکستان باید سیم کارت‌های خود را با شناسنامه‌های بیومتری از نو ثبت کنند. مهلت به قیدگیری 15 فوریه سال 2020 به انجام می‌رسد. سرایست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه این هفته نتیجه‌های سال 2019 را جنبست کرد که در مجموع در یک سال بیش از 400 سنجش عاید مهاجرت غیرقانونی از جانب این ساختار گذرانیده شده است. منطقه‌های نزدیک سرحدی روسیه در مسئله استرداد شهروندان خارجی که در حدود روسیه غیرقانونی بوده باشند پیشرفتند. محض در چنین منطقه‌ها تفتیشات شماره زیادی خارجیان که قانون‌های مهاجرت را ویران می‌کنند آشکار کرده است. ابراز داشته است سردار سرریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه گنرال مایور والنتینا کازاکووا در مجموع در طول سال 2019 بیش از 800,000 مهاجران غیرقانونی از قلمرو روسیه خارج کرده شده است. ادامه جنبست خبرهای هفته را مستقیما میشنوید. در آغاز هفته روان دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا به مأموریت پرزیدنت دونالد ترامپ اجازه داد که قاعده‌های دادن کارت‌های سبز را سخت‌تر کند. خبر داده بود واشنگتن پست. قرار دادگاه عالی با آنهایی که با برنامه‌های دولتی دستگیری اجتماعی و طبی تکیه می‌کنند دادن اجازه استقامت یا خود کارت سبز را شدیدتر می‌کنند. همچنین گرفتاران بیماری‌هایی که طبابت جدی را طلب می‌کنند، همچنین نبودن سابقه طبی خصوصی و سطح ناکفایه دانستن زبان انگلیسی نیز می‌تواند سبب باخت کارت سبز آمریکا گردد. روزنامه The Washington Post می‌نویسد که مسئولان 544,000 نفر از کشورهای گوناگون عالم برای گرفتن کارت سبز آمریکا مراجعه می‌کنند. از این بابت قرار دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا به مقامداران اجازت می‌دهد که این شماره را تا به 382,000 نفر در یک سال کم کنند. در این هفته رزمگری معروف تاجیک لوی رجبوف را بعد قطار 10 پهلوان بهترین MMA در یکجایی با حبیب نورمگامدوف قرار دادند. سامانه اینترنتی روسیه تورکستاد از روی نتیجه‌های پرسش آنلاینی رویخط 10گانه بهترین را ترتیب داده است که حبیب نورمگامدوف با کسب 33% آوازها در این رده‌بندی جای اول را اشغال می‌کند. در بهترین 10گانه همچنین ورزشکاران دیگری روس فیودور یلمینیانکو، پیوتر یان، آلبرت تومینوف، زبیب مگامدشریفov و مگانید اسماعیلوف نیز جای گرفته‌اند. همچنین محمود مامرودوی ازبکستانی، اندری ارلووسکی از بلاروس، ژالگاز ژوماگولوی قزاقستانی، تاگیت موساєв از آذربایجان و پهلوانی تاجیک در رشته محاربه‌های آمیخته کسبی لویف رجبوف به 10گانه بهترین داخل شدند. ادامه خبرها. تاجیکستان به نقشه گرفته است که امسال برای احتیاجات بزرگترین کارخانه‌های جمهوری 200 میلیون متر مکعب گاز ازبکستان را وارد کند. در این باره آخر این هفته معاون اول رهبر کارخانه تاجیک ترانسگاز شوکت شاهینوف اطلاع داده بود.
طبق معلومات در سال 2019 تاجیکستان از جمهوری ازبکستان 140 میلیون متر مکعب گاز وارد کرده است. مبلغ عمومی آن 17 میلیون دلار را تشکیل داده است. در سال 2018 این رقم 6.9 میلیون دلار برای 54 میلیون متر مکعب گاز را در بر گرفته است. یادآور می‌شویم که استعمال کنندگان اساسی گاز طبیعی وارداتی در تاجیکستان این مرکز برق و گرم‌دهی دوشنبه یک و کارخانه آلومینی تاکو میباشد. خبرهای جنبسته هفته را مستقیما ادامه می‌دهیم. سود ناحیه چرموشینسکی مسکو این هفته دعوای شهروند تاجیکستان سلیمان سعیدов را درباره از جوابگر سرگئی царев یونیدن ضرر مادی و معنوی قانع کرد. ولی اندری ساتنیکوف وکیل دفاعی سلیمان سعیدов ابراز داشته بود که از بالای قرار دادگاه بعضی نهایی بودایی شکایت خواهد کرد، چون که سود هنگام بررسی شکایت جبر دیده خراجات تبابت آینده چشم سعیدов را در نوبت نگرفته است. مبلغی که سود ناحیه چرموشینسکی مسکو برای شهروند تاجیکستان سلیمان سعیدов از شخص جوابگر سرگئی царев تعیین کرده است 589,400 روبل ضرر مادی و 750,000 روبل همچون جبرانی ضرر را در بر میگیرد که به گفته وکیل دفاع جبر دیده این مبلغ ناکفایه میباشد. یادآور میشویم که 8 اپریل سال گذشته در ایستگاه مترولوژیستی مترو مسکو یک مسافر روس سرگئی царев بنا به انگیزه‌های ملت بدبینی به شهروند تاجیکستان سلیمان سعیدов حمله کرده از تپانچه در دستش بوده و طرف جبر دیده آتش می‌کشاند که در نتیجه شهروند تاجیکستان جراحت‌های وزنین جسمانی و سلامتی برداشته از یک چشم محروم می‌شود. سرگئی царев که آن وقت در جای حادثه فرار کرده بود، مقامات پلیس او را دستگیر نموده دادگاه او را به کوشش کشتار با سبب انگیزه‌های ملت بدبینی متهم و روانه زندان کرده بود. کارخانه کارکرد نفت که در حدود منطقه آزاد اقتصادی دنقره ساخته شده ایستاده است به کار آماده است، گفته است معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان تاج‌الدین جورازاده در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران. انتظار می‌رود که اشیاء خام از کشورهای خارجی دور و نزدیک از جمله از روسیه و قزاقستان نیز وارد کرده شود. همچنین با کشورهای ترانزیتی روی آهن داشته گفتگوها ادامه دارند. ابراز داشته است معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در نشست مطبوعاتی. طبق لایحه اقتدار کارکرد مرحله اول کارگاه مذکور که در منطقه آزاد اقتصادی دنقره جایگیر است سال 500,000 تن نفت خواهد بود و اقتدار عمومی لایحه‌ای کارخانه 1.2 میلیون تن را در بر می‌گیرد. ادامه خبرها. در ناحیه اشت ولایت سوق به سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی عبدالقادر خالماتوی 95 ساله با فرمان پرزیدنت روسیه مدال جشنی 75 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 سپرده شد. از نام ولادیمیر پوتین جایزه را به سابقه‌دار جنگ بزرگ وطنی کنسول گنرالی روسیه در شهر خوجند اندری وارلاموف 28 ینور تقدیم کرده است. عبدالقادر خالماتوف 2 ینور سال 1925 تولد شده 11 سپتامبر سال 1943 به جنگ رفته است. وی با اردن‌های جنگ بزرگ وطنی درجه 1 ستاره سرخ ژوک و مدال وتران مهنت و مکافات‌های جشنی جنگ بزرگ وطنی سرفراز گردیده است. طبق یک اطلاع شورای وتران‌های جنگ و مهنت تاجیکستان امسال در نظر است که در گشت نظامی میدان سرخ مسکو بخشیده به 75مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی 3 نفر سابقه‌داران جنگ از تاجیکستان شرکت کنند. آخر این هفته سازمان جهانی بهداشت پیدایش کرونا ویروس اندمی چینی را همچون یک حالت فوق‌العاده بین‌المللی اعتراف کرده است. این تصمیم را در یک جلسه اضطراری خود سازمان جهانی بهداشت گرفت. در این باره دیرکتور گنرالی این سازمان تدرس ادهان گیبریوس در توییتر چنین شرح داده است که تصمیم نه به سبب پنهان شدن ویروس در چین قبول کرده شد، بلکه با سبب آنی که شماره بیشتری بیماران در کشورهای دیگر به قید گرفته شده است. همزمان سازمان تندرستی جهانی از احتمالیت سر زدن ویروس در دیگر کشورهای عالم نگرانی کرده است.
مدیر کل سازمان جهانی تندرستی قید کرده است که علاقه در سرتاسر جهان تا به حالت 31 ینور 7834 نفر از کرونا ویروس چین سرایت یافتند که 7736 نفر دیگر آنها در چین و 98 دولت باقی مانده در 18 کشور جهان به قید گرفته شده است. بنا به آخرین معلومات تا به روز 31 ینور در مجموع حداقل 170 نفر از ویروس نوی تاجدار از عالم درگذشتند. تدرس ادخان گیبریوس رئیس سازمان جهانی بهداشت گفته است که وضع تا آن درجه ناامیدی نیست و متخصصان و تحلیلگران و در عموم طبیبان امکان دارند که از پنجشنبه کرونا ویروس را ترک کنند. خبرهای جنبستی هفته را مستقیما ادامه می‌دهیم. در سنت پترزبورگ روسیه دو شهروند قرقیزستان را برای دعوت عمومی به قتل ولادیمیر پوتین بازداشت نمودند. اینها اسلامبek پرپیو 22 ساله و محمد عزیز اشمتov هر دو شهروند قرقیزستانند. مقامات آنها را به آن ابلاغ می‌کنند که این شهروندان قرقیزستان با واسطه رنگ‌کنک‌ها تقریباً 40 مرتبه در بیناهای ناحیه‌های مرکزی شهر سنت پترزبورگ تصویرهای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را با نوشتجات دیدید بیکوشت را تصویر کردند. این عمل جوانان قرقیز را مفتشان همچون دعوت عمومی بر تروریسم می‌سازند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی دادگاه شهر سنت پترزبورگ هر دو جوان قرقیزستانی الحال برای 2 ماه به حبس پیشکی گرفته شده در نسبتشان تفتیشات ادامه دارد. نشر فانتانک سنت پترزبورگ از قول منبع خود در مقامات تفتیشات می‌نویسد که جوانان بازداشت شده ابراز داشتند که هر تصویر را با مبلغ 5000 روبل روسی از جانب فرمایشگر شخصی برای آنها نامعلوم انجام دادند. در مجموع 63 وکیل به پالاتای پایانی پارلمانی تاجیکستان انتخاب کرده می‌شوند که 22 نفر آنها در حوزه انتخاباتی جمهوری یعنی طبق رویخط حزب‌های سیاسی کشور و 41 وکیل از حوزه‌های یک مندتی انتخاب می‌شوند. طبق قاعده‌های قانونگذاری انتخاباتی تاجیکستان نامزدها باید تا 9 فوریه در کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی ثبت نام شوند. پس از آنها می‌توانند رسما تشریفات را آغاز کنند. رویخط همه 7 حزب‌های سیاسی تاجیکستان که نمایندگان خود را با وکیلی پارلمانی کشور در حوزه جمهوری پیشبری کردند از جانب کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی 18 ینور تصدیق کرده شده است. موافق رویخطی که کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تصدیق کرده است، همگی 74 نامزد از همه حزب‌های سیاسی رسما به قید گرفته شده تاجیکستان برای 22 مندت وکیلی در حوزه انتخاباتی جمهوری مراجعه کردند. از اپریل از قول مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان نوشته بود که حزب‌ها در همه حوزه‌های یک مندتی 89 نامزد پیشبری کردند. خبرهای جنبستی هفته را مستقیما میشنوید. روز 31 ینور مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان در نشست خبری گفتند که 61 نفر دانشجوی تاجیک در شهر ووخان چین مکانی که کرونا ویروس نوی خطرناک سر زد تحصیل میکنند که 18 نفر آنها برای تعطیل به تاجیکستان برگشتند. طبق معلومات آخرین آلا 43 دانشجوی تاجیک در ووخان تحصیل میکنند. اطلاع داده است الهام کمالزاده سردار ریاست روابط بین المللی وزارت معارف و علم تاجیکستان. در نشست خبری محمد یوسف امامزاده وزیر تعیین شده معارف و علم تاجیکستان قید کرده است که وی با سفارت تاجیکستان در چین در اداره مرکزی نزد وزارت تندرستی عاید پیشگیری از ویروس تاجدار پیوسته در رابطه است. همچنین اعلام نموده است که مسئله دانشجویانی در چین تحصیل داشته در جلسه حکومت بررسی شد و در جلسه نوبتی حکومت نیز این مسئله به بررسی گرفته خواهد شد. شرکت هواپیمایی سومون ایر در آخر این هفته تصمیم گرفت که پروازها در خطسیر دوشنبه ارومچی دوشنبه برای ماه فوریه سال 2020 را بکار کند. مسئولان سومون ایر قطع پروازها به چین را با سبب وضع فوق‌العاده اعلام گردیدن از جانب سازمان جهانی بهداشت رد دادند.
дар як хабари пахш шуда аз ҷониби ширкати сомониеро ваъда шудааст ки бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз коронавирус Somon Air тасмим гирифтааст ки парвозҳо дар масири Душанбе, Урумчи, Душанберо дар моҳи феврали соли 2020 бекор кунад. ҳамчунин гуфта мешавад ки маблағи хариди чифтаи мусофирон бозпас гардонида мешавад. ёдовар мешавем ки аз 24 январи соли равон ширкати ҳавопаймоии Somon Air бинобар таҷлили соли нав дар Чин парвозҳоро аз Душанбе ба Урумчи ва бозгаштро муваққатан қатъ карда буд. ҳамон парвози нахустин дар масири Душанбе Урумчи пас аз таҷлили соли нави чинӣ 4 феврал ба нақша гирифта шуда буд ва акнун маълум аст ки ин парвоз низ лағв хоҳад шуд. кормандони раёсати кофтакови ҷиноятии вазорати корҳои дохилии Русия дар вилояти Москав ҳангоми гузаронидани чорабинии фаврии ҷустуҷӯӣ оиди ошкорсозии ҷинояти дуздӣ дар ҳаҷми махсусан калон шаҳрвандон Давлатов ХН соли таваллудаш 1987 пешсуд шуда, Бобоев БЗ соли таваллудаш 1986, Каримов соли таваллудаш 1991 ва Тағоев соли таваллудаш 1995 шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон расман бекорро ҳамчун гумонбар дастгир намудааст. гуфта мешавад ки ҷинояти дуздӣ бо маслиҳати пешакӣ дар ҳайати гурӯҳӣ соати 6:50 субҳи 27 январ содир шудааст. тибқи фарзияҳои тафтишот ин нафарон ки ҳамагии шаҳрвандони Тоҷикистон мебошанд дар сар ниқоб кашида бо шикастани тирезаи манзили истиқоматӣ дар ҳудуди шаҳри Балашихи вилояти Москав ғайриқонунӣ ба он ҷо ворид шуда аз манзили шаҳрвандони Чин $1900 амрикоӣ, 50,000 рубли русӣ, калиди автомошинаи тамғаи BMW ва нақлиёти тамғаи Ауdiро гирифта аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. ҳаҷми маблағи ғорадро мақомот 2,169,000 рубл ҳисоб кардаанд. оиди ҳолати ғайриқонунӣ ба амал омада мақомоти тафтишотии вилояти Москави Русия бо аломати моддаи 161 қисми 3 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия парвандаи ҷиноӣ оғоз намуданд ки дар ин самт тафтишот идома дорад. сомиёни арҷуманд шарҳи ҷамърасии хабарҳои ҳафтаро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунидед. саломат бошед.